چین بار دیگر از مقامات طالبان میزبانی کرد. مقامات طالبان به تاریخ 28 سرطان تا اول اسد امسال دیدار را با مقامات استخباراتی چین در مورد وضعیت افغانستان داشتند. گروه طالبان پیش از کمک های نظامی چین با دولت افغانستان اکنون میخواهد که بار دیگر در رابطهشان با چین تجدید نظر بکند. با اینکه چین در این اواخر بیشتر نگران تحولات در افغانستان است، این ملاقات ها با طالبان به چی معناست؟ سلام به برنامه بازنگاه، خوش آمدید. من امین بابک هستم و مهمانان آقایان رحمت الله بیژنپور، تحلیلگر مسائل سیاسی، آقای جنرال قرضی خاخوجی، آگاه امور نظامی و همچون آقای دکتر محمد داوود راوش، رئیس حزب مردم افغانستان. خوش آمدید. آقای خاخوجی، حال که پس از مجموعه حرکت هایی که در بحث نقش چین در مذاکرات صلح افغانستان بود که به ناکامی منتهی شد و بارها مقامات طالبان به چین سفر کردن و بالاخره نتیجه مطلوب به دست آمد، اکنون پس از اوج تنش میان افغانستان و پاکستان، چینایی ها بار دیگر از مقامات طالبان میزبانی میکنه. یعنی این میزبانی چی پیام میرسونه؟ به نام خدا، به اجازه شما، همکارای بحث، همکارای تکنیکی و بینندگان تلویزیون، مناسبات چین با طالبان از زمان وقت اقتدارشان بود وجود داشت و یک مقدار گرم می شد و با سر مناسبات تجارتی هم داشتند و تا حد مناسبات سیاسی و استخباراتی هم داشتند که بعدا در وقتی که طالبان در از قدرت میفتادند، در وقت چین در امو معادله کلان با ایالات متحده و دیگر کشورها همکار شد و حمایه‌ای که گفته بود از طالبان کنه نکردن. اما بعدا باز در مذاکرات چند جانبه چند بار مذاکرات میزبانش بودن. یک بار یک هیئت قویه که اولین بار هیئت به اصطلاح رسمی روبرو با حکومت افغانستان با نمایندگان افغانستان، آقای ستانکزی وقت رئیس دارالنشای شورای عالی صلح بود و حال رئیس امنیت ملی، به اشتراک ملا جلیل آخوند معین سیاسی وزارت خارجه دوران طالبان و یک هیئت عالی رتبه در ارومچی صورت گرفت و بعد هم جریانات دوام داشته. نقطه که آل شیر عباس ستانکزی معین سیاسی دیگه وزارت خارجه وقت طالبان که یک منصب نظامی است و تحصیلات عالی در هند کرده، او رفتن و مذاکرات کردن. در این شرایط پاکستان هم بسیار علاقمند عزیز که باز هم مذاکرات صورت بگیرد. دلیلش است که ایالات متحده در نظر داره یا یک مقدار مذاکرات و نشستار را آغاز کرده که مسئله ایجاد بلوچستان آزاد باز هم طرح میشه و سناتور روباباکر، سناتور امریکایی، در این مسئله بسیار آقای خاخوجی، یعنی من پرسیدم که چین چی میخواد؟ چین میخواد که بار دیگر همین وضعیتی که به پیش آمده، فشارهایی که بالای پاکستان مطرح شده در خصوص مبارزه، حمایت از تروریسم و بیشتر دلسردی هایی را که حکومت افغانستان در برابر مذاکرات داره، میخواد که پروسه را دوباره ترمیم بکنه و یا اینجا کارهایی را در این نقطه به خاطر از اینکه این وقت پاکستانیا بر چینایا میگن وقتی که اگر آزاد بلوچستان جور میشه، اونجا است که گوادر دیگه دست چین میبره و نقطه رای ابریشم و تجارت عنعنوی چین که دوباره میخواد یا کنه و از دست میره و چین باید بتونه که در گوادر، از اورمچی تا گوادر، از کاشغر تا گوادر سرکی را که جور میکنه و تجارت را که آغاز میکنه او را از دست میده و این اساس چینایی ها در تمام جریاناتی که فعلا قرار دارن و دو نقطه دارن. یک نقطهش است که با افغانستان، با حکومت افغانستان، به خاطر از اینکه افغانستان اگر مرکز داعش قرار میگیره و مرکز بزرگ سوق اداره داعشیا برای آسیای میانه، روسیه، چین و شینجان و خود چین میشه، این رو باید جلوگیری کنه. با دولت افغانستان باید مناسبات خوب داشته باشه که داره و امیال ما 3 دوره کمک‌های نظامی را دیدیم که شاهدش هستیم و یک دوره کمک‌های امنیتی را که وسایل بسیار پیشرفته، اسکنرها و کشفی را برای وزارت داخله دادن و یک مقدار از منصب‌های ما در تحصیلات عالی قرار دارند در چین
و یک نکته که بسیار عمده و اساسی است، چینایی‌ها وقتی که لوی دستشان به افغانستان آمد وادی وسایل تکنیکی کلان هوایی را هم بر ما کردن که از جمله وسایل هلیکوپترها هم است که در مذاکرات مطرح شده اما وعده نکردن که بعداً ببینیم. اما نقطه که فعلا جواب نقطه مونده است به است که اگر بتانیم ما پیش در میزای شما قبلا هم خوشبین بودم که ما مذاکرات چهار جانبه را در وجود چین میدیدیم نه به وجود ایالات متحده و پاکستان. با حالا ما متيقن هستیم که اگر چین واقعا در این مسئله پای خود دراز کنه میشه که مذاکرات یک راهی برای مذاکرات نشست با وجود بیاید که طالبا و حکومت افغانستان را در چین بشنن تا که یک راه حل پیدا شد. آقای راوش، یعنی چین چی میخواه از این وضعیت؟ از یک طرف با نظامیای افغانستان کمک نظامی میکنه، از سوی دیگر هم میره استخبارات چین با مقامات طالبان دیدار میکنه. میخواد که وضعیت ترمیم بکنه و یا هم بیشتر نگران از این است که نقش پاکستان در این مدارات کمرنگ شده و بیشتر میخواد که بار دیگر نقش پاکستان رو برجسته بسازه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه عزیزان. بحثی است که چین به حیث یک قدرت اقتصادی بزرگ و به حیث یک وزنه در منطقه میخواهد که در تفاهم با شاید هم با کشورهای بزرگ دیگه مانند روسیه، هند اینا یک نوع نقش اثرگذار در ختم بحران افغانستان برای ترمیم قضایا بازی کنه. ای که به هر دو طرف مراجعه داره یا به اصطلاح هر دو طرف گپش مشنوه یکی از دستاوردهایش است. مثلا یک چنین میانی را که چین همراه طالبان داره مثلا ایالات متحده آمریکا نداره علنا. البته خب یک بحثی است که چینایی‌ها میخواهند که برای ثبات منطقه و برای رسیدن به نوع ثبات اقتصادی در منطقه کارهایی را انجام بدن، 1 2 3 4 که بتانن اما اهداف کلان اقتصادی خود تامین کنند. دو دیگه ای که در تبانی با کشورهایی که با اینا قرار داره، مثلا با فدراتیو روسیه، اینا میخواین که یک نقش را به طوری بازی کنند در منطقه که همزمان با این که ایالات متحده آمریکا را رعایت کرده باشند خودم در منطقه به حیث حاکم منطقه برجسته بسازند که تا فعلا در سیاست گذاری های خود گام های بسیار استوار برداشتن. با وجودی که برای ما یک ذره سخت تمام میشه چون بسیار زمانگیر است، اما خودشان بسیار با تأنی، با تأمل، با تعمق به قضایا برخورد میکنن و امکان داره که بتانن اینا دوباره مسئله مذاکرات چهار جانبه را دوباره آغاز کنند. یعنی شما میگین که چین در تلاش ازی است که بار دیگر او پروسه را زنده بسازه، پروسه‌ای که بیشتر حکومت افغانستان به اعتماد نداره؟ به صورت کل چین در این تلاش است که یک نقش بسیار وزنینه، یک نقش بسیار قوی در منطقه بازی کنه. اما این ملاقات‌های طالبان هم به یک چیز دیگه برمیگرده، آنچه که پس از کمک‌های نظامی چین با حکومت افغانستان مطرح شده بود. یعنی طالبان گفته بود که ما در مورد روابط ما با چین تجدید نظر میکنیم. فکر نمیکنید که یک بخش از رفع نگرانی‌های طالبان بود که دیدار کردن؟ یکی طالبان خوب یکی اعلامیه میتونی که میگن یک بحث است، ولی طالبان دو حد نیستن که چین اخطار بدن دیگه. حالا به این معناست که دولت افغانستان و طالبان که یک جا چین اخطار دادنش یک ذره چی است قابل مکس است. این بحث‌های ظاهر قضیه است. بحث عمقیش است که با چینایی‌ها امرای طالبان ارتباط دارن و طالبان ناگزیر هستند که با یکی از این طرف‌ها در ارتباط باشند، چی از طریق پاکستان چی از طریق مستقیم با خودشان. چون میانه پاکستان امرای چینایی‌ها بسیار خوب است، رابطه پاکستان با چینایی‌ها یک رابطه خوب است. این رابطه را عمدتاً استخبارات هر دو طرف تامین کرده، نه اینکه تلاش‌های دیپلماتیک طالبان یا بسیار تلاش‌های دیپلماتیک چینایی‌ها. این استخبارات کار خود انجام داده و اینا را این دو طرف بالای میز مذاکره نشانده. برای ما این نیست، این بسیار مهم نیست که کی اینا را سر میز مذاکره. برای ما این مهم است که جنگ در افغانستان ختم شود، طالبان به قانون اساسی افغانستان، به نظام افغانستان، به مردم افغانستان احترام بگذارن و از قتل و کشتار و تجاوز و ناامنی در کشور ما یک کشور ناامن دائما در جنگ داخلی مبدل شده و قرار داره که ما حتی به حیث یک افغان
گاهی وقت میشرمیم که روزمره برای ما گفتم دیگه دنیا یک نفر کشته نمیشه، از ما روزانه 100 نفر 200 نفر 500 نفر 50 نفر کشته میشه. این طبقه به این خاطر ما ناگزیر هستیم به حیث یک کشور، به حیث یک دولت، به حیث یک حکومت تلاش‌های لازم خود کنیم که و دولت افغانستان هم که تلاش‌ها را میکنه. ناشی از این است که دیگر راه نیست، دیگر ما به بنبست رسیدیم. جنگ طبقه ولو 100 نفر در افغانستان مخالف مسلح باقی بونه، یکی از ولایت ما ناامن باشه، ما ناامن هستیم. ما قانون تنفیذ کرده نمیتونیم. امی که قانون در یکی از گوشهای افغانستان تنفیذ نشه به معنای یک کمبود در سرزمین ما است. تشکر. آقای بیژنپور، همین ملاقات های مقامات طالبان با استخبارات چین واقعا به معنای ازی از چین میخواد که برای طالبان اطمینان خاطر بده، همین نگرانی دیگه که پس از کمک‌های نظامی بر طالبان خلق شده، کمک‌های نظامی چین با حکومت افغانستان، و یا هم میخواد که بار دیگر همون پروسه‌های سابق از زنده بسازد در سطح منطقه در بحث صلح و حرکت‌های طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم به شما و بینندگان که از پیش از میکنم از محضر شرکای بحث دکتر سبراوش و مترتب جناب غزاسی. به نظر من کمی برگردیم به گذشته تا به تعامل سیاسی منطقوی نگاه بکنیم. یادمان هست که یک دادستد کلان بین پاکستان و چین در سطح 43 میلیارد دلار معامله یک سال پیش از این مطرح شد، حتی پیشتر از این. معذرت میخوام. در اون زمان پاکستان دو استراتژی را به دنبالش بود. یک، چین به عنوان همکار منطقوی در کنار پاکستان بمانه. مسئله اساسی است به دلایل از اینکه چین در وضعیت منطقوی تنهاست و اون طرف هم هند به مسابقه کشور عظیم داره آهسته آهسته فشار میاره بر سر پاکستان. پاکستان هم که منبعی است با بازی‌های خطرناک منطقوی و شریک منافی با کشورهای کلان. از این جهت کشورهای سنتی، کشورهای مسلمان و کشورهای منطقوی اعتراضات زیاده داشتن. بازی همین بود که باید چین وارد این تعامل میشد. گروه 4 جمع 2 یا به اصطلاح فاقد 2 تشکیل شد. او گروه 4 دیدگاه دوستا صحیح است که گفتن چین حضورش به مثابه یک به اصطلاح رویکرد جدید در تعامل صلح افغانستان و بحران منطقوی بود، اما معلوم بود که پاکستان تلاشش بر سر این است که او پروژه 43 میلیاردی را در واقع بیشتر هزینه کنه، بگیره و چین را هم در کنار خودش حفظ کنه. چین افق نگاهش رفتن به سمت آسیای میانه و راهگشایی به سمت آسیای مرکزی است، به خاطر اینکه تمام بازارها و مارکت‌های آینده چین صنعتی و غول صنعتی منطقوی همینجاست، کما اینکه حتی بدون راه‌های ترانزیتی بزرگ امیال هم جنس‌های چین در همه بازارهاست. بنابراین افغانستان تنها میدانی است که طالبان در اختیار پاکستان هستند، به یک نحوی ابزار دستی اوستند و اینا را چین وارد این مرحله کردن. چین در سیاست‌های خودش وارد این بازی‌ها نبود به هیچ وجه، در هیچ تعامل سیاسی، در هیچ میانجیگری و مناسبات سیاسی منطقوی مشارکت نمیکرد. به ناگهان در گروه 4 رفت و در گروه 4 بی نتیجه شد. حالا پاکستان تشویق میکنه که گروهی از طالبان را دعوت میکنه، میگه خب اگر شما با چین رابط نکنین، چین مناسبات با دولت تحکیم میکنه و در اون صورت ما زیان میکنیم. ببینید سیاست پاکستان دو پهلوست اینجا، هم با چین به خاطر از اینکه او قرارداد 43 میلیاردی در حوزه خودش باقی بمانه و او فسخ نشه یا شامل شرایط دیگر قرار نگیره، او را وارد مذاکرات بی نتیجه میکنه و بعد طالبان را تشویق میکنه که با چین در تعامل باشن، به خاطر اینکه چین حداقل با این ابزار بازی بکنه در منطقه تا ارتباطش با ما باقی بمانه. کل مسئله انتگرالش بر نفع ایناست، یعنی بر نفع پاکستان است. یعنی امین ملاقات تازه را هم شما ربط میتین به این مسئله؟ مسلماً ملاقات طالبان، قرارداد قبلی پول و بعد بالاخره مناسبات فروش سلاح یا کمک سلاح برای دولت افغانستان فقط برای تقویت بازی است. یادتان باشه به اصطلاح چند ماه پیشتر پاکستان بعد از این مرحله در تنهایی در انزوا باقی ماند. فشار زیاد وارد شد که پاکستان تحت تاثیر ذهنیت‌های بین‌المللی قرار گرفت و انتقادات زیادی صورت گرفت. صدر اعظم هند در کنگره آمریکا آمد گفت که شما باید کسی را که عامل بحران در منطقه است مجازات کنین و این مسئله واقعا پاکستان را خیلی به انزوا برد و شدیداً پاکستان به انزوا رفت.
حالا پاکستان برای تلافی او میخواد سیاست دیپلماسی پیچیده فعال را به اصطلاح در رابطه با طالبان و بحران منطقه فعال کنه تا باز انگشت اوگار به اصطلاح زخمی حریفا را بگیره، مچشان بگیره. از این نظر بازی پیچیدگیش فقط محض برای همین است که مناسبات چین در قضیه صلح افغانستان در روابط با طالبان طوری تعریف شود که اول روسیه با چین مشکوک شود، یک مسئله. دوم، هند باید در یک حالت شک و گمان تازه قرار بگیره برای این روابط تسلیحاتی. و سه، باید چین آهسته آهسته از کنار اتحاد به اصطلاح شانگهای نرم به سمت ناتو خم شود. و این بازی کلان است. بازی اکنون تبعاتش نمیبینیم. بازی را بزرگا انجام میتن و تمثیلش ظاهرا پاکستانی ها میکنن. اما به هر روی ما در یک دهه آینده اتفاقا شاهد، یعنی شما میگین که این پاکستان است که مجموعه حرکت ها رو میچرخونه به این پاکستان هست که در تفاهم با شریکای به اصطلاح بیرونی خودش، ایالات متحده آمریکا و دوستان دیگرش، بازی را در منطقه به این گونه در میاره تا اتحاد ضد غربی تقلیل پیدا بکنه، ضعیف شود و به سمت خود اینا بره. تشکر آقای خاخوجه. شما به این باور هستین که پاکستان است که مجموعه قدرت‌های منطقه را به محور خود میچرخانه و او هم برنامه گرفته از طرف قدرت‌های کلان؟ بله، من براتون ذکر کردم که من با یک نقطه دیگه ذکر کردم که پاکستان میفهمه که اگر بلوچستان آزاد جور میشه تجزیه پاکستان آغاز میشه. وقتی که تجزیه پاکستان آغاز میشه دیگه پاکستان خود وجود نداشته باشه. و در این ما مشاهد عینی هستم که 2 سال پیش یک حکومت جلاوطن بلوچستان جور شد. در قطر 200 میلیون دلار بودجه برش داده شد. اخترمنگل باعث رئیس حکومت موقت انتخاب شد. بلوچای افغانستان، بلوچای ایران و بلوچای پاکستان در دفتر شامل شدند و حتی کابینه خود تنظیم کردند. اما پاکستان با مهارت کامل خود توانست که ایالات متحده آمریکا و کنگرسش توقف بده و نمانه که اونم پروژه تطبیق شود و او پروژه به نام شد. اما په حساب نامد، دفترم فعال نتانه شده. یک هفته بعد کل گپا ماند و اخترمنگل دوباره مجبور ساختن که بیای به کویته و حتی با حکومت پاکستان هم کار شد. آمریکا آوردنش دوباره. پس به این اساس ایال با استفاده از به اصطلاح تاس خود که او دفعه با او رقم استعمال کرد، آل چینایی را استعمال میکنه که باز هم مسئله به وجود آمده. شما گوادر دست میتین، راه اقتصادی تان دست میره، شما باید کمک کنین و هر چی میشه طالبان را باید بیاریم. بالکل بدون شک که در قضیه و در تمام قضایای مناسبات رول عمده را داره. وضعیتی را که پاکستان داره، شما فکر میکنین خوب در زمان که پاکستان در اوج قوت خود وجود داشت اما تصویر پاکستان در اواخر خیلی متزلزل شد؟ یعنی فکر میکنید که کنون میتونه به خاطر از اینکه پاکستان یک مهارت داره که مرده را هم بفروشه، زنده را هم. اوساما را در یک حالت هم مرده را فروخت هم زنده را فروخت. یک معامله بسیار جالب کرد، در حالی که امیال در از آن عامه جهانی بسیار پاکستان مردود شده و در امی حوادث مثلا امی تروریستایی که میبره 2-3 تا امی جریان چند ماه پاکستانی ها برآمدن و اشخاصشان نامشان با هویتشان معلوم شد، باز هم او امی بازی خود دوام میده. شما ببینید امیال مانور نظامی بین چین و روسیه در جریان داره. در این وقتی با استفاده بسیار مهارت خود توانست که اینمی کار کنه با امریکایی را استفاده کنه که برادر ما اینم میرم بین ازیا باز افریقا و تفریقه میپرتم و نمیمانم که روسیه و امریکا چین یک جای شود. شما با شما نزدیک میکنم چین، باز قبول کنین با چین که ما شما از گوادر تیر هستیم، گوادر با شما باشه چین و ما آزادی بلوچستان باز هم به رسمیت نمیشناسیم. پس به این اساس پاکستانیا و آله دست خود بازی خود طالبان رو میکنه. طالبان از این چیز استفاده میکنه. طالبان به خاطر هویت خود، به خاطر از اینکه بتونه در سطح بین المللی بگن که این کشورهای بزرگ با او روابط داره، با یک دفعه روسیه، یک دفعه آقای پوتین میگن که با ملا منصور دیدن که در میز شما و شما کسی گفت یک روز یک وقت دیگه یک گپ دیگه میبره و یک این مسائل برای طالبان هویت میده. طالبان در حال خوبی نیستن، حالتشان خراب شده، رهبری اولشان رهبری دومشان از بین رفته و رهبری جدیدشان نتونسته که رهبری خود با شکلی که سابقه باشه انجام بده. پس به این وقت روابط بین المللیشان بسیار مهم است. یعنی شما میگین آقای خاخوجه، شما میگین که با توجه به اینکه اما هویت طالب متزلزل شده و کنون با این حرکت ها پاکستان میخواد که بار دیگر
هویت طالب زنده بسازه؟ بله. و در پاریس دیروز دیدیم که ایالات متحده هم برای طالبان هویتشان یک ذره زیادتر تقویت کرد، به خاطر از اینکه همین اعلان مطلبی که 65% یا زیادتر از 5% خاک افغانستان زیادتر به دست دارن گرفتن، یعنی 25% شو، این خودش برای ازیا یک پرستیژ دادن است و این نباید این کار میشد. اگر باز هم باید نمیشد، به خاطر ایالات متحده آمریکا همکار استراتژیکی ماست و حکومت افغانستان سپورت میکنه، نظام افغانستان کمک میکنه. در این حالت برای طالب یک هویت یعنی یک اتوریته و مورال دادن بود که شد. و در پاریس بازی دیگه که اون میره وسط چین ملاقات میکنه، اونجا گفتگار بر روسا سلاح نو در خطای اول طالبان سلاح روسی دیده میشه، یک کل از این برای طالبان تقویت میشه. باز به این اساس در اینجا پاکستان رول عمده داشته و داره و میخواد که این بازی را به شکل کنه که به منفعت خودش باشه، نه به منفعت افغانستان، نه به منفعت طالب، نه به منفعت چین. صرف منفعت خودش مهمتر است از هر چیز که. خب اگر بازیگر اصلی اینجا واقعا پاکستان است، یعنی پاکستان مجموعه حرکت ها رو میچرخونه، پس کمک نظامی چین با افغانستان پس به چی معناست؟ این حال وقتی که ما روسیه را همینطور تحلیل میکردیم که چین هم کنیم، کشورهای متعاقب با هم دیگر همکاری‌های قوی دارن و مناسبات رسمی دولتین دولت داره. بس به او اساس چین هیچ وقت نمیخواد که مناسبات خود به کشور همسایه‌ای که از نگاه اقتصادی برش آینده خوب داره و در پاریس مناسبات ما با چین هیچ وقت خراب نشده. حتی در وقتی که نظام‌های تغییر کرده، با هر نظام آمده، سفارت چین در افغانستان به سطح پایینتر یا بالاتر موجود بوده و فعال بوده و عالم فعالیتش زیادتر است و حال زیادتر کمک میکنه و میخواد که با دولت به این داشته باشه که دولت اگر با خود نداشته باشه، چین باز باعث تقویت کننده، حمایت کننده یک گروه تروریستی میگه معلوم میشه. اما اینجا خو یک دولت متعاقب کمک میکنه و میگه ما میخوایم با شما یار بیاریم با مناسبات مذاکرات و در مذاکرات به نفع افغانستان خواهد بود که صلح به مثل که استاد گفتن ما صلح میخوایم از هر جایی که باشه، هر کس که برای ما میاره ما لبیک میگیم و باید بشینیم که هر رقم میشه که مناسبات افغانان رو جور کنیم. آقای راو، شما موافق بر این هستین که مجموعه حرکت ها به خاطر بهبود هویت طالبان صورت میگیره؟ خب بهبود هویت طالبان بر ترتیب خب یک چیز است که ماهیت نظام‌های ضد مردمی، نظام‌های سود و سرمایه به سرنوشت انسان‌ها و ملت‌ها و به اینکه طالبان به اینکه حکومت‌ها فقط برای تامین منافع آنی و فوریشان است. به خاطر عزیز که اگر بتانن از همین نقطه دنیا، از همین تخته خیز آسیا یک استفاده بهینه را بر نفع خود کنند، این به سرنوشت من و تو و غیره نمی اندیشه که اینجا امروز صلح به فردا صلح به کار خودم میکنن به مروال که خودش چرت میزنن، فکر میکنن و به منافعش برابر است. بحث ما همیشه ای بوده و عالم نمی میزم خدمت شما بگویم که ما افغان ها، ما این مردمان این سرزمین باید به خود و به نظام خود و به یک دیپلماسی فعال و به یک سیاست کارآمد فکر کنیم و هر چه زودتر باید دست به این برسیم. در غیر از او خود ظالم ظلم میکنه، ما مظلوم ایران هستیم. هر روز میگیم که این پاکستان بسیار نیرنگ باز است، هر روز میگیم که این پاکستان بسیار چلولیات داره، هر روز میگیم که پاکستان از این چل که خلاص شوه یک چل دیگر پیشروی داره، گوادر خلاص شوه یک چل دیگه هم داره پاکستان. من فکر میکنم که اونجا یک دستگاه شیشته و به هزارها واریانت میسنجه. دستگاه دیپلماسی فعال پاکستان شب روز کار میکنه که برای منافع ملی خودش یک چیزی رو به دست بیاره. درست؟ اما مایی که برای خود گپ میزنیم، چرا ما برای منافع ملی خود و برای اینکه که ما یک چند واریانت در سر میز مذاکره داشته باشیم نداریم؟ به یک بارگی یا عاشق هستیم یا نفرت داریم. از روی احساسات، از روی یک شعله از تفکرات احساساتی ما قضایا را تحلیل و تجزیه میکنیم، میریم به یک بارگی یک طرف میگیم که بسیار دوست ماست، برادر ماست، خلاص مذاکرات شد دیگه گپ حل است، دیگه خبر فکر نمیکنیم، آینده را فکر نمیکنیم، امروز خود تحلیل نمیکنیم. فکر ما ای بوده و همیشه خواهشم از دولت افغانستان به خصوص دستگاه دیپلماسی افغانستان ای بوده که همی است که چرا ما تو غافل هستیم؟ که ما غافل هستیم. ما پرسش اصلی که من مطرح کردم، یعنی آقای خاخو جایی گفت که آمریکایی ها هم گفت که 35% خاک افغانستان به دست طالبان است و
مجموعه حرکت های پاکستانی ها و چینایی ها هم به همین پیام میرسونه. واقعا شما به این باور هستین که چیزی که اکنون بیشتر به ضرر پاکستان است، این حرکت ها بتونه به نفع پاکستان تبدیل کنه؟ امی امریکا گیریم که نمی بیکی ولی نعمت ما، اینمی امریکا نانآور ما، ولی امی که گفت 35% خاک افغانستان در دست طالباست، ما وزارت خارجه افغانستان با یک اعلامیه برش بتم و روشن بگویم که برادر اینمی 35% نه تنها نیست بلکه تو جهل میکنی، دروغ میگی. کجای 35%؟ کوهای افغانستان و درهای افغانستان و دشتهای افغانستان همیشه مالملک بوده، فاقد نظام بوده، در طول تاریخ هم تو بوده. هیچ دولت در دشتهای بکوای دو وقت دولت نبوده. چی دولت بوده؟ در کوهای کرانمونجان بدخشان، در قلعه شامخ، کی در کجای دولت بوده؟ اگه اینمی اراضی رو حساب میکنن 35% خوی علایده، اما 35% اگه ولسوالی، ولایت، مراکز اداری افغانستان مسئله است، خیر دولت افغانستان باید از حق خود دفاع کنه. داخل بگه که نمی 35% نمی گپت برادر امریکا و جان کیری، اوباما عزیزم که مر دانفورد که حمایت میکنی، کمک میکنی، ولی دو خو نزن. تو مر در عرصه بین المللی حمایت کو، در عرصه تبلیغاتی حمایت کو، در عرصه فرهنگی حمایت کو. یعنی ما سیاست ما تقریبا یک سیاست بی فرهنگ است. ما در عرصه فرهنگ دستاورد کاری تو کدوم کار برجسته رو نمیکنیم که ملت قناعت کنه، از هان روشن شوه. چرا انتحاری؟ چرا جوان میره بر کشتار؟ چرا جوان میره بر انتحار؟ برای اینکه ما کار فرهنگی، کار فکری درست انجام ندادیم، کار با مغزای انسان درست انجام ندادیم. مکتب دروازه‌اش باز کردیم و آوردیم کسایی را که اصلا خود از اونا هویت ضد مکتب دارن، معلم ساختیم. اصلا مکتب امی ارزیابی رو مکتب نکرده که او برادر امی چی درس میده، چی اولادای ما رو میگه. شب روز اونمو چیزایی رو تبلیغ میکنه که حتی در منبرهای ما گاه ناگاه چیزایی تبلیغ میشه که آدم اصلا شاخ در میره. ما بیادر خود جمع کنیم. هیچ، ما زیاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم. ما از کل دنیا توقع داریم که برای ما مهربان باشه و ما برای خود ما هر بلایی که بودیم خلاص. تشکر آقای راوش. آقای بیژنپور، شما گفتین که این مجموعه حرکت ها توسط پاکستان مدیریت میشه، اما فراموش نکنیم که چین خودش یکی از بازیگرای خیلی قوی اقتصادی و سیاسی دنیا است. یعنی شما چگونه به این باور هستین که حتی با طالبا هم چینایی ها بر اساس خاص پاکستان ملاقات میکنن و یا هم میخواین که هویت طالبا را بار دیگر ترمیم بسازن؟ بدون شک پاکستان دوستی دیرینه چین است و مناسبات خیلی دراز دامن منطقوی دارند و تا هنوز هیچ خللی هم در روابطشون به وجود نیامده است. با آنکه آمریکایی ها به منطقه آمدن به عنوان شریک منفعتی پاکستان و پاکستان سازمانده امور منفعتی آمریکا در منطقه است، متحد منطقویش است، اما آمریکا علاقش به این است که چین از میان دیگرها به انزوا بره، این به این مفهوم که گزینش شود، جدا شود. تا چرا آمریکا در تقریبا 1.5 دهه گذشته عملا در منطقه به اصطلاح آسیب شناسی کرد موجودیت خودش که چین و روسیه و هند در کنار هم بسیار زیاد خطرناک است. از این جهت بازی باید در نقطه تقابل اینا باید صورت بگیره. طالب و دولت ما و این بازی های عبثی است، اینا بازی کلان نیستند، اینا فقط مصروفیت کن برای ماست. اصل بازی بحرانی منطقوی است که منفعت و برخورد به شانگهای با ناتو است. دو تا سازمان خطرناک رو بروی هم هستند. هند و چین علاقه دارند که او فعال باشن. هند به عنوان ناظر اکثرا. یعنی شما میگین که اینجا آمریکایی ها با گذشت روز پیروز شده میره؟ ببینید آمریکا پیروز نیستن، آمریکایی ها دارن میبازن به دلایل از اینکه بحران منطقوی. ببینید آغازی بحران چی بود؟ آغاز زمان شما گفتین که پاکستان از قدرت های کلان برنامه میگیره و توسط تطبیقش میکنه و چین هم در محور برنامه میچرخونه. بله، استراتژی می است که چین باید از اتحاد این مجموعه بیرون شود. اگر بیرون نمیشه حداقل در یک مناسبات قرار بگیره که فعال نباشه در اونجا. یعنی شما میگین که چین خطا میکنه اکنون با این حرکت های؟ بسیار اشتباه میکنه. چین واردی بازی شده در افغانستان که این مسئله برای چین هیچ وجهی ندارد. ببینید شانگهای و ببخشید شانگهای میگم سینکیانگ چین و تبت مرزی است که بیش از چند میلیون انسان مسلمان زندگی میکنن، ترک‌ها زندگی میکنن، تاجیک‌ها زندگی میکنن و اونجا التهابی است و پاکستان قبول میدانن که بسیاری از افرادی را که سازماندهی میکنه و مانند
نهضت اسلامی برای تاجیکستان که در گذشته بود، مانند مجاهدین در افغانستان در دوره پیش دارن برای چین نیز سرشته میکنن. چین برای اینکه این مسئله را از نزدیک ببینه در این بازی قبول کرده. او گفته بیا در داخل ببین، من نشان برات میتونم که هیچ چیزی از طرف ما در اون منطقه نیست. طالبان هم برات معرفی میکنم، دیگر هم معرفی میکنم. بازی های ترکستان شرقی وارد این بحث نیست. اما نه، من در ناروی دیدم که مراکز تربیتی اینا وجود داشت و کار میکردن و در اروپا فعال کرده بودن اینا را، ترکای به اصطلاح اویغوره. بنابراین بازی کلان است که برای آینده اونجا رو باید در بر بگیره. شرق افغانستان مناطق جنگلاتی برای پایگاه ایجاد تحت نام فیز دیگر طالبان که داعش است میخوان شکل بدن. بنابراین پاکستان در این زمینه استعداد مطلق است، هم داره به اصطلاح او تنزلات خودش تلافی میکنه و انزوا رو میخواد تلافی بکنه، هم از جهت دیگه مناسبات ایجاد میکنه میان اینا. روسیه یادتان باشه که با فعالیت یک سری دیپلمات های پاکستانی بود که از طالبان دعوت کرد، ولی روسا بعدا متوجه شدن که طالب و داعش و هر نام دیگری از درون استخبارات کلان منطقوی میآید و اینا از یک آدرس منشأ دارند. به این ترتیب برای اینکه بازی به اصطلاح اقتصاد جنگی در منطقه پیچیده تر شود، چین وارد این تعامل ساخته شده. چین چون غول صنعتی است میخواهند دچار یک بحرانش کنند تا حداقل از پیشرفت‌های اقتصادی او جلوگیری کنند. آینه به اصطلاح عقب نمای کلان سیاسی آمریکا این ماجرا را نشان میده. آقای خاخوج، شما گفتین که شیرعباس استانکزی تازه با چینایی ها ملاقات کرده. آنچه که برمیگرده به مذاکرات و مجموع نگرانی هایی را که اینجا مطرح شده در خصوصی که خب بالاخره چینایی ها چی میخواین و یا هم پاکستانی ها بیشتر از بازی ها چی چیزی مطرح میکنن، شما هم بیشتر مطرح کردید. شما به این باور هستین که چین با می بزرگی خود واقعا گل پاکستان بخوره؟ چین مهارت کامل داره. چین منافع خود میبینه. چین منافع اقتصادی خود زیادتر مد نظر داره. اگه 1 روپیه مصرف میکنه 2 روپیه باید عاید کنه. او نمیخواد که وعده را دست بده، او میخواد که منافع خود در منطقه داشته باشه و در منافع خود دوستی با افغانستان یا با حکومت جمهوری اسلامی افغانستان که فعلا حاکمیت کامل افغانستان را به دست داره مهمتر است برشان. و چینایی‌ها با مناسبات با حکومت افغانستان بسیار خوب نگاه کردن. چینایی‌ها یک طرح دیگه هم دارن که در جلسه پیشتر شنگهای اعلان کردن که یک پیمان منطقوی علیه تروریسم در منطقه جور شود که افغانستان، پاکستان، چین و تاجیکستان عضویت داشته باشه که همون منطقه یعنی پامیر بر 4 تقسیم باید اداره کنه. این هم طرحشان است که این برای افغانستان به نفع است. اگر چین باشه، چین یک نقطه بهتر داره که چین در مدیریت یک چیز را آغاز کنه انجام میده، در تعاملات می رقم بوده و نمیگذاره آدم در جریان که نیمه باشه. اما آقای بیژنپور گفت که اکنون بازی های جریان داره که چین به اندازه مصروف بسازه. خب پاکستان تلاش میکنه و پاکستان باعث یک ایجنت، باعث یک مامور، یک اجرا کننده از طرف دیگه میآید و این کار میخواد بکنه. اما چینایی‌ها مهارت استخباراتیشان بلند است و پاکستانی‌ها را از ما که خوبتر شناختن و امیال پاکستان همین مسئله کمک‌های غیر کمک‌هایی که نظامی و اقتصادی میکنه در اکثر تعاملات کلان سیاسی جهان حمایه. یعنی شما میگین که چین از پاکستان شناخت داره اما به دلیل تعاملات اقتصادی بیشتر استفاده خود میکنه. من فکر میکنم که زیادتر باید گل نخوره و با مهارت پیش بره و اگر پاکستان در این معامله برنده میشه دیگه بازی واقعا که یک جالب ترین قضیه خواهد بود، به خاطر که پاکستان تلاش داره. اما این نقطه که بسیار برای ما منفعت داره، اگر بتانیم که ما چون ایالات متحده هرگز نتونست که نخواست که بیاره طالبان را با ما دمیز بشنه، ما فعلا اگر چین همین کار کنه و مشکل ما را حل کنه، اما نقطه که حل میشه طالبان خواهد بود. اما فیز نو یا پروژه جدیدی که داعش منطقوی است که ما اکثرا گفتیم که او داعش آیسای است که در منطقه جور شده و برای روسیه، برای آسیای میانه و برای یوغورای چین و ایالت سینگان چین این جور شده، این باقی میمانه. اگر ما طالب مذاکرات کردیم و در دولت با یک تعامل بیاریم و با کدام تعامل میاریم و کدام موقف مذاکرات میکنیم آورده شود، باز داعش برای ما یک
غم دیگه است که بازو هم یک او را پاکستان تقویه میکنه. یعنی در مناطق وقتی که شما دیدین که سناتورای امریکایی میایه وار میبره در وزیرستان پاکستانیا و نشان میده که دیگه اینجا داعشی وجود نداره، وار بر ما جارو کردن، روان کردن. وقت در جنوب شمال شرق افغانستان و جنوب شرق افغانستان جابجا شده، بالخصوص ولایت بدخشان، در قلعه‌های بلند شامخ، کوههای بدخشان، در مناطق قندوز و ولایت تخار و در مناطق مرکزیش که ولایت ننگرهار است جریان داره و موجود است و حتی در نورستان هم وجود دارد. روز گذشته در حوادثی که در پاکستان یک واقع شده گفتن که فرار کردن به نورستان رفتن، پس معلوم میشه که در نورستان هم میخواین که اونجا پایگاه جور کنن و در کنر مرکزیت پیدا کنن. کنر که مناطق ساحل العبور و مناطق کوهی است، پس به این اساس امی اوضاع شمال شرق ما را و شرق ما را میخواین که یک مرکز دائمی برای ازیا جور کنن. پس اگر طالب ما مهار میکنیم و میاریم با میز مذاکرات، دشمن دیگه وجود داره. مثل که دوستا فرمودن اگر 100 نفرم در یک جای با پشت باقی میمانه و حیث دشمن بر افغانستان، این برای ما متضرر کننده و حاکمیت قانون نقض میکنه و نمیگذاره که حاکمیت حکومت وجود بیه. پس به اون اساس ما هر رقم بکنیم، اگر یک حلقه را میتونیم که بیاریم، کوشش کنیم که حلقه دیگه هم بتونیم مهار کنیم. اگر نمیشه با شدت جنگی که دمی چند روز دوام داره باید به مو داعشی را از بین ببریم، نمانیم که در افغانستان جای دیگر هم زیادتر مناطق بگیره. تشکر. آقای راوی، شما بیشتر انتقادات روی برخوردهای داخلی ما داشتین. خب در یک وضعیت خیلی مهم قرار داریم، تا یک حد دیده میشه که ذهنیت جهان در مورد پاکستان تغییر کرده و اینجا بحث بیشتر این مطرح میشه که قضیه اکنون به نفع افغانستان را استفاده شد. یعنی شما به این باور هستین که ما بتانیم جلوگیری از این بازی های کلانی که اکنون صورت میگیره به خاطر ترمیم ساختن وضعیت ایره بکنیم، کنترل کنیم؟ یک مصیبی که به دستگاه دیپلماسی موارد شد این بود که ما دستگاه دیپلماسی افغانستان از کاتب آذری به اون طرف رخصت کردیم. تمام دولت‌هایی که آمده بود وزیر معین رخصت میکرد، ما مامور دولت هم رخصت کردیم، به خصوص در 2-3 دهه اخیر. وضعیت طوری شد که به حساب شاعرها و اختیار دل به دست بیدلان افتاد. کسایی رفت در دستگاه دیپلماسی که اونمو تداوم و اونمو تسلسل تاریخی را نتونست رعایت کنه، ولی سرتاج عزیز مسئول اونمو تداوم تاریخی و تسلسل تاریخی دستگاه دیپلماسی پاکستان است. پاکستان یک سیاست مستمر دوامدار پیوسته در قبال مسائل منطقه‌ای افغانستان و این آن داره. پاکستان بسیار خوب بازی میکنه، بار تکرار شد، دیگه زیاد گفتنش درست نیست، ولی ما افغان‌ها با در نظر داشت کل خواستا و آرزوها و نیات ما از این وضعیت استفاده بهینه کرده نمیتونیم. بنان پاکستان با وجودی که شما گفتین و دوستان میگن پاکستان زیر فشار قرار گرفته، پاکستان تحت تاثیر فشار بین‌المللی قرار داره، ولی پاکستان با قوت مانور سیاسی که داره این وضعیت تغییر میده. یعنی شما میگین اکنون در حالت برآمدن از وضعیت در حالت برآمدن از این وضعیت با اینمی قطعه که به سر میز انداخته در بندر گوادر در برابر چین که از کاشغر تا گوادر اینمی منطقه را برای چینایی‌ها هشدار میده که ما با آزادی بلوچستان و ثبات در افغانستان از دست میتیم. بنابراین شما مواظب مسئله باشین. با یک تیر چند فاخته را به اصطلاح میزنه. او طرف رابطه با فدراتیو روسیه و سایر کشورها، او طرف رابطه با هند و کشورهای منطقه و او از سوی دیگه رابطه با ایالات متحده آمریکا. همه اینجا در یک حالی ابهام در میآید، طوری میآید که هر کس شک میکنه بالای ازی. وی پاکستان است نه چین. برعکس چین شاید مامور رقمی که ویژن بورس اشاره کرد امکان داره چین یکی از بازنده‌های از قضیه باشه، برعکس. ولی برنده اصلی بازم به نظر ما که بسیار خطرناک هم است، ولی پاکستان است. پاکستان به این دلیل است که ترفندهای مختلف استفاده میکنه در مقاطع مختلف و بسیار ظریفانه. یک مرده را 3 مرتبه سرت مفروشه، زنده را مرده میسوزه، مرده را زنده میسوزه، امریکا را قناعت میده، جهان را قناعت میده. امی امریکایی که یک هفته پیش یک چیز میگفت دیروز لحنش تغییر داشت. این همه چگونه واقع میشه؟ ما به دو گزینه است در ذهن ما. یک گزینه ایست که ماهیت این نظام ها ماهیت غیر انسانی است، ماهیت نظام سود و سرمایه است که دیگه اینا اصلا کدام اعتنایی به سرنوشت انسان ندارن.
فقط بازی میکنن، فقط اما گیم خود به اصطلاح میزنن. و دو دیگه ای که دیپلماسی قوی پاکستان است حتما. گزینه دوم ذهنی ما میتونه اینی باشه دیگه. ما چی میتونیم فکر کنیم، حدس بزنیم. و از طرف دیگه گپ سومی که برای ما باز مربوط است، ضعف ماست. در نظام طبیعت هر کی ضعیف است پامال است. یعنی می رقم است. اگر شما یک دستگاه دولت قوی، نظام قوی، اردوی قوی، پلیس قوی، امنیت قوی، ما بارها گفتیم برای یک سرزمین مانند افغانستان که 2400 کیلومتر یا 3000 کیلومتر سرحدات غیر قابل کنترل است، یک استخبارات فوق العاده قوی کار است. یک استخباراتی که نیمی بودجه دولت به نمو مصرف شده. در زمانهای گذشته، زمان حکومتایی که به اصطلاح میگن حکومتای چی نام دکتر نجیب، دیگه بخار در کویته پر میشد، امنیت در کابل خبر بود. خو یک استخبارات قوی بود. حالا ما که توپ و تانک و تفنگ در اسپین بولدک استاد هستیم که تمام تجهیزات مدرن از سرحد ما عبور میکنه. در بین کابل ما شما انفجار و انتحار ماهوار شاهد هستیم که با تن مواد انفجاری و انتقال. کجاست استخبارات باید در این زمینه تمویل شود، تجهیز شود. ایالات متحده آمریکا، انگلستان، کشورهای اتحادیه اروپا و خود دولت ما بیشتر از هر کس دیگه دولت عطف توجه کنه که به این گپ اعتنا کنه که این سرنوشت سرزمین تشکر. یک استخبارات قوی، پلیس قوی و اردوی قوی و سیاست گذاری قوی در محور همه از اینها که یک دستگاه دیپلماسی قوی که بتونه اندل موقع جواب بده. تشکر آقای راوش. او گپ خود میزنه، میگه که 35 میلیارد خاک به دست ما نیست، به دست طالباست. دولت ما چوپ است، کسی هم نیست، نه سخنگوی وزارت خارجه گپ میزنه، نه وزیر خارجه گپ میزنه، نه رئیس جمهور عکس العمل نشان میده. بران که پیشروی میکنه سیاست. نگرانی هایی که از ملاقات های طالبان با چینایی ها مطرح شده و مجموعه بحثایی که در این میز مطرح شده در خصوص کنترل بازی توسط پاکستان. حال که بحث اصلی این است در این اواخر که قضیه در جهان به نفع افغانستان میچرخه و نگرانی از این مطرح میشه که پاکستان بار دیگر بیشتر وضعیت به نفع خود بچرخانه. واقعا همین ظرفیت در درون افغانستان است تا از این بازی ها بتونه که و یا کنترل کنه و یا هم بهره برداری به نفع خود بکنه. به عنوان پرسش آخر و جنبندی از عرصه میمانم میپرسم آقای بیژنپور بفرمایید. اعتقاد می است که تا پروژه بحران در منطقه وجود داره، افغانستان برای استحکام نظامداری در سطح ملی اجازه نخواهند داد. ما همیشه بحران‌هایی را تجربه خواهیم کرد که حوزه مناسبات و دیپلماسی ما را متاثر بکنه. از این نظر متاسفانه شانس افغانستان برای نمایش‌های مستقل در تمثیل حاکمیت ضعیف است. پاکستان به دلایل از اینکه دو مأموریت را انجام میده، یک به اصطلاح کشاندن چین به سمت اتحاد ناتو و از سوی دیگر تقلیل توانایی‌ها و نفوذ هند در منطقه. بنابراین با توجه به اینا دولت افغانستان شانسی که خودش ممثل اراده خودش باشه و هم در سیاست و هم در سطح ملی این کمتر است. آقای خاخوجی بفرمایید شما. خیلی من فکر میکنم که شرایط برای ما یک نقطه چانس وجود داره با استفاده از این تمام هم پلان توطئه و هم دستایشی که وجود داره در مقابل صلح افغانستان. ما از این چراغ سبز که اگر روشن میشه و چینایی‌ها میزبان میشه استفاده خوب کنیم و بتانیم که معضله بین خود حل کنیم. معضلات کلان جهانی پیش روی ماست، و ما زودتر حل کردن نمیتونیم و از دست ما بلندتر است، اما مسئله خود حل کنیم. تشکر. آقای روش شما فرمایید. وحدت ملی، اراده قوی سیاسی و دولت خردگرا میتونه مسئلات افغانستان حل کنه. بسیار تشکر آقای راوش، آقای خاخوجی و آقای بیژنپور از حضورتان در برنامه بازنگاه امشب و شما تشکر بنده عزیز. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.